میدونستید با یه بطری آب معدنی کوچیک میتونی یه عالمه بستنی سالم و خوشمزه برای بچت درست کنی؟ پس یه بطری بردار و نصف بطری رو خامه رقیق شده با شیر بریز، 2 قاشق شکر بریز، درش رو محکم ببند و 400 بار تکون بده تا به این فرم در بیاد. حالا چند تا برش کوچیک تو پهلو بزن و چوب بستنی رو به این صورت بزن داخلش و بذارش داخل فریزر. بعد از اینکه خودش رو گرفت برش بده و دوباره مجدد بذار داخل فریزر. مقداری شکلات رو به روش بماری آب کن، یه مقدار فندق خرد شده بریز داخلش. میتونید از پسته و بادوم هم استفاده کنید. دونه دونه بذارید داخل شکلات. حالا شما با نصف بطری خامه یه عالمه بستنی دارید، اونم فقط در چند دقیقه. حتما لایکش کنید، ذخیره کنید که تا سر فرصت درستش کنید. 3 تا قلب قرمزم برای من حتما بذارید عزیزای من.